امروز رئیس جمهور امامعلی رحمان قسمت دوم مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه 2 را در شرق پایتخت فعال کردند. رئیس جمهور با پخش تگمه رمزی این مرکز را به کار درآوردند که اقتدار آن به 300 مگاوات میرسد. باید گفت این مرکز برق گرمودهی شهر دوشنبه از سوی شرکت TBI چین ساخته شده است. این قسمت دوم این مرکز است و سال 2014 قسمت اول این مرکز را باز هم همین شرکت چینایی با اقتدار 100 مگاوات ساخته به استفاده داده بود. آن زمان رئیس جمهور امامعلی رحمان با همتای چینایی خود سی جین پین آن را فعال کرده بود. در مجموع این مرکز برق و گرمیدهی شهر دوشنبه همکنون 400 مگاوات نیرو دارد، یعنی میتواند برق استحصال کند به قدر 400 مگاوات و همچنان بر زمین این مرکز برق و گرمیدهی به خانه های ساکنان پایتخت گرمی انتقال میدهد. در حال حاضر حدود 1800 انشاءات در شهر دوشنبه از این مرکز گرمی میگیرند. شرکت TBI چین این مرکز برق و گرمیدهی را با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی ساخته به استفاده داد. از این 349 میلیون دلار تنها 17 میلیون دلار سهمی دولتی تاجیکستان است. باقی مانده مبلغ ها را این شرکت توسط کفالت دولتی جمهوری تاجیکستان از بانک های چین قرض گرفته است. بر عوض این قرض ها دولت تاجیکستان به شرکت چینایی 2 کن طلا را در ناحیه عینی ولایت سوخت به آن تحفه کرده است. همین طریق شرکت TBI چین حالا 2 کن طلا را در ناحیه عینی، کومرغ بالا و 2 آبه را در اختیار دارد. عبدالله اشرف، شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.